یعنی خار این کار اومدم شروع کنم کلیپ بگیرم، برق رفت. یعنی 3 ساعت آماده سازی کردم، سناریو نوشتم، اومدم مثلا چیزایی که دیدم و تغییر دادم، بعد شروع اومدم بکنم حرف بزنم، برق رفت. بعد از 5-6 روز که زحمت کشیدم سناریو نوشتم چی بگم، چی میشه گفت. من احساس میکنم بدبخت‌ترین آدمای دنیا ایرانیایی هستن که بکنم 10 سال بعد ما زندگی میکنن دیگه. بدبخت‌تر از اونا نیست و همینجوری این چرخه ادامه داره. بدبخت‌تر از اونا ایرانیایی هستن که 10 سال بعدش و 10 سال بعدش و 10 سال بعدش زندگی. ما گیر کی افتادیم؟ من ریدم.